عزیز معذرت میخوام، من مسلمون هستم و یک هفته در برنامه شما رو دارم میبینم و هفته پیش متأسفانه من خودکشی کردم و افسردگی بسیار شدید دارم، مشکلات مالی بسیار شدید دارم و بارها خواستم با خدا بشینم صحبت کنم ولی میترسیدم از اینکه خدا شاید من نپذیره و همیشه احساس میکردم که یک بنده رانده شدم و بین دین خودم و بین دین مسیح گیر کردم. از اینکه میترسیدم گفتم شاید اگر مسیح رو دعوت کنم خدا ناراحت بشه از اینکه دینم اسلام و خدا دارم مسیح رو دعوت میکنم. آمین. شما رو دیدم و چند وقتی که بله نمیدونم ولی فقط دوستانم نجات پیدا کنم از این حالت که الان آمین. بله رقیه جان، خداوند تو رو به این لحظه آورده تا تو رو نجات بده. امشب اولا میخوام اینو بدونی قبول کردن مسیح رد کردن خدا نیست، اتفاقا قبول کردن خداست. همون خدای یکتایی که باور داری همونه که اومده تو رو نجات بده. نترس، روح ترس از خدا نیست، خدا باباته و امشب میخواد دختر خودش رو در آغوش بگیره، امشب میخواد اشکاتو پاک کنه، امشب میخواد زندگی تازه بهت بده. آیا خودتو در آغوش همچین پدری میخوای امشب بندازی؟ بگی دیگه من به دین و مذهب و اینو کار ندارم، خداوند و خودتو میخوام، خداوند و نجاتتو میخوام و زندگی تازه به من بده. میخوای امشب تولد تازه پیدا کنی؟ میخوای؟ اگر آمادهش هستی با من دعا کن. آماده هستی؟ بله. با من دعا کن. این جملات رو از ته قلب بگو، به خود خدا بگو. من هدایتت میکنم. بگو خداوندا میدونم من رو دوست داری. بگو با صدای بلند بگو من هم تو رو دوست دارم. من عاشق تو هم خدایا، عاشقانه دوست دارم. بیا و امشب مرا نجات بده. خدایا به خونه من، به قلبم بیا و نجاتم بده. تو رو شکر میکنم به خاطر من آمدی. ممنونم، شکرت میکنم، سپاس که من پذیرفتی و اومدی. گناهان منو بخشیدی. گناهان منو قلبم به زندگیم، به وجودم، به همه اموراتم دعوت میکنم. از امشب تو رو میخوام. آمین. بگو از امشب دختر تو هستم و تو پدر من. خدا تو پدر منی، من دخترتم، ضعیفم. آمین. خدایا تو روی من باز بکن. آمین. آمین. تو رو شکر میکنم مرا پذیرفتی، گذشته مرا پاک کردی. خدا ممنونم گذاشتم و پاک کردی. سپاس، شکر میکنم و شکر میکنم برای آینده روشنی که در تو دارم. شکر میکنم بابت آینده روشنی که تو برام در انتظار داری. خدایا عیسی مسیح مرا عوض کن. عیسی مسیح میخوام من عوض کنی به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. هللویا. تو چون خواستی امشب دختر آمین. هللویا. با خداوند راه برو. یک کتاب مقدس برات میفرستیم، بخون و مثل یه بچه بخور و بذار رشد کنی. تموم شد. دیروز تو تموم شد، دیشب تو تموم شد، روز تازه‌ای تو زندگیت شروع شده و این روز با بابات دیگه تنها نیستی، دیگه بیکس نیستی. خداوند پدرت باهات هست، خداوند با تو بلکه در تو هست. تو دیگه تنها نیستی، با خداوند زندگی کن. آمین. آمین. تو رو به خداوند میسپارم و میدونم به دستای خوب کسی میسپارم. هللویا. مأموریتت یادت نره، آنچه که امشب گرفتی مال دیگران هم هست. عزیزی.